ارتشا ترکیه بردوامه به توپبارانکردنا گوندوارن باکوور حلب و شر و پفشون دنابرا هیزن اپوزیسیون به پشتگیری ترکیه و چکدارن سوریای دموکراتیک و پرانی آوان چکدارن پیدنه لوی دبره درکتن. دسته ارکان ترکیه داخلیانی که دراگهاند کوان ده روزا اینه پیگهن چکدارن داعش و پیگه باسک لشکری پیده توپبارانکردنه. داخلیانی که ده هر وها هاتیه که ترکیه 52 بارگهن داعش و 7 بارگهن چکدارن پیده به بالافر و توپخانه توپباران کرنه. داکو چکدارن ارتش آزاد سوریه لدردور مارع پیش بکوین لگوری و داخلیانیه. جالیه که دنوه و لگوری راگهاندن روسیه که ایرو ترکیه 9 تانک جی ولایت هاته یا سینوری بلازقی و ادلبیره در باسی باجار مارع که دبن کنترول اپوزیسیون سوریه ده کرنه. داکو دشار باجار بابه ده لدجی رخصنا داعش پشدار ببن. جالیه که دنوه و لگوری چافکانین خواجهی که ده شر و پفچون دنابرا هیزن پارتیا پیده و چکدارن ارتش آزاد سوریه لگوندن وحشیه و ام الحوش و حرب لدردور باجارو که مارع درکتنه لحتا نهات تو انجام وان شر و پفچونان نهاتنه دیار کرن. چکدارن اپوزیسیون سوریه به پشتوانیا ترکیه که اوه دومهن اپراسیون مرتال فرات جبو کنترول کرنا دبرا دنابرا کوبان و عفرین ده دست بکرنه و روش بروش گوندن وی دبره کنترول دکن و امریکا جی پشتوانیا وی دکه. بریا چند روزان جی جندرمین ترکیه گوندوارن باجارو که جندرسه یه عفرینه و هند بارگهن چکدارن پیده لباکور حلب بمباران و توپباران کربون و ترکیه را گهاند بوکوه 200 چکدارن پیده کشتنه. لی چکدارن پیده جی جیان جدستانا و هجماری رد کربون و رژیم اسد جی را گهاند بوکو اگر بالافرن ترکیه باکور سوریه بمباران بکن اوه وان بالافران آرمانج بکن و بینن خواره.